داری نفس میکشی، زمان و انرژیت رو خرج میکنی، بهترین سالهای عمرت رو میذاری، ولی انگار هر چی بیشتر تلاش میکنی، پول و موفقیت هیچ وقت کافی نیست. خرج‌ها همیشه هستن، بدهی‌ها همیشه پشت سرتن و آینده هم انگار خیلی دور و دست نیافتنیه. حقیقتی هست که کسی بهت نمیگه. مشکل تو تنبلی یا کم‌هوشی نیست. مشکل اینه که این بازی از اول طوری طراحی شده که تو برنده نباشی. پولی که دنبالشی، قوانینی که رعایت میکنی، نردبونی که داری بالا میری، همشون طوری ساخته شدن که تو دائم در حرکت بمونی. ولی هیچ وقت به خط پایان نرسی. تو وسط سیستمی افتادی که سازنده‌هاش خودشون قواعدش رو بلد بودن و برای خودشون درستش کردن، نه برای تو. همه چیز برای اینه که تو همیشه بدوی و هیچ وقت به اون جایگاه واقعی نرسی. تا وقتی اینو بفهمی، کل زندگیت میگذره که وقتت و انرژیت رو با پول عوض کنی، بدون اینکه حتی بفهمی که این سیستم از اول برای شکست تو طراحی شده. اما یه مسیر دیگه هم وجود داره. میتونی از این خواب مصنوعی بیدار بشی. میتونی اون دکمه ها و اهرم های پنهان پول رو ببینی. همون راهایی که باعث میشن پول به جای تو کار کنه. فرقی نداره بیداری یا خواب. شاید ناعادلانه به نظر بیاد. حتی ممکنه فکر کنی درست یا قانونی نیست. اما هست. این در واقع دفترچه راهنمای نانوشته پولدار شدنه. حالا رک و مستقیم ازت میپرسم. حاضری بپذیری این سیستم دستکاری شده یا هنوز میخوای ازش دفاع کنی؟ جوابت رو همین پایین بنویس. چون جواب تو مشخص میکنه کدوم سمت این بازی ایستادی. یادت بیار اولین چیزی که درباره پول بهت یاد دادن چی بود؟ سخت کار کن، درست کار باش، قانون رو رعایت کن. اگه این کارها رو بکنی پاداش میگیری. قشنگ، آروم کننده است. حتی عادلانه به نظر میاد. اما حقیقت اینه که یه دروغ بزرگه. چون اگه سخت کوشی واقعاً کلید ثروت بود، اون نظافتچی که ساعت 3 صبح داره برج‌ها رو تمیز میکنه، الان باید میلیونر بود. اون کارگر ساختمونی که زیر آفتاب کمرش رو میشکنه، باید قبل از 40 سالگی بازنشسته میشد. اون مادر تنها که هر روز 2 شیفت کار میکنه، نباید هیچ وقت بین اجاره خونه و خرید شیر خشک گیر بیفته. اما واقعیت اینه که این اتفاق میفته. چرا؟ چون در دنیای واقعی سخت کوشی به تنهایی کافی نیست. جایزه ها و فرصت ها به کسی میرسه که بازی رو بفهمه، قواعدش رو بشناسه و بتونه از اهرم ها استفاده کنه. نه صرفاً کسی که قانون ها رو رعایت میکنه. دنیا همیشه به نفع اونهایی بوده که قواعد رو خم میکنن و مسیرشون رو خودشون میسازن. حتی ماکیاولی قرنها پیش فهمید قدرت و جایگاه به دست پاکترین ها نمیرسه، بلکه به دست کسانیه که استراتژیک ترین فکرها رو دارن. و هنوز اکثر ما توی این افسانه گیر کردیم که اگر سخت کار کنیم و صادق باشیم همه چیز درست میشه. اما خودت هم دیدی کسی که هیچ مهارتی نداره یه شبه ترفیع میگیره. یه کسب و کار پر از فساد و دزدی بی صدا رشد میکنه و فردی که بلد چطور دیگران رو کنترل کنه توی هفته بیشتر از کسی که سالها صادقانه کار میکنه پول در میاره. این حس بدیه، بله، ناعادلانه است، مطمئناً. میدونی چرا؟ چون بازی واقعی چیز دیگه ایه. یه بند نامرئی دور ذهنت پیچیده شده، بندی که آرومت میکنه، قانعت میکنه کوچیک فکر کنی و کوچیک حرکت کنی. همون موقعی که بقیه بدون تعارف هوشمندانه و آزاد دارن بازی خودشون رو جلو میبرن. اگه تا حالا از خودت پرسیدی چرا فاصله فقیر و ثروتمند هر روز بیشتر میشه، جوابش همینه. یکی داره زمانش رو میفروشه، یکی دیگه داره ساختار میسازه. فقرا با ساعت کار میکنن، ثروتمندا با سیستم. بازی رو اشتباه فهمیدن.
اکثر مردم فکر میکنن توی یه بازی ساده‌ان. حرکت‌های تکراری، قابل پیش‌بینی، خطی. 1 ساعت کار کن، آخر ماه حقوق بگیر. دوباره از اول تا آخر عمر. اما اون بالا بازی چیز دیگه‌ایه. مهره‌ها عوض میشن، مسیرها پیچیدن، پول بدون لمس شدن جابجا میشه. اونایی که بالا نشستن لازم نیست سخت کار کنن، چون بازی رو طراحی کردن و سیستم بهشون جایزه میده، چون مال خودشه. ولی تو رو تنبیه میکنه، چون فقط بهت یاد دادن چطور دوام بیاری، نه چطور برنده بشی. این قسمت تلخه اما واقعیه. مدرسه هیچ وقت قرار نبود بهت پول یاد بده. برای این ساخته نشده بود. بهت یاد دادن چطور گوش بدی، چطور دستور بگیری، چطور توی یه دستگاه بزرگ جا بگیری. اسمش آموزش بود. اسمش شرطی سازی بود. شرطی سازی برای وابسته موندن، برای کارمند موندن، برای کوچیک موندن و نتیجهش اینه که تو هر سال بیشتر کار میکنی و کمتر جلو میری. تو داری زمانت رو با پول عوض میکنی. پولی که هر سال ارزشش کمتر میشه و وقتی یه روز وای میستی و میپرسی چرا این جواب نمیده؟ جواب ساده است. این بازی طوری ساخته نشده که تو با تلاش صرف و مستقیم برنده بشی. اما خبر خوب اینه، به محض اینکه این توهم رو ببینی، میتونی ازش بیرون بیای. میتونی دیگه طبق قوانین اونا بازی نکنی. میتونی دست از پرستش کار سخت برداری و شروع کنی به استاد شدن در استفاده از اهرم‌های هوشمند. ماکیاولی میگه زندگیت رو مثل یه سرباز هدر نده وقتی میتونی بازیکن باشی. به عدالت نچسب وقتی قدرت واقعی در پوله. به کار فیزیکی نناز وقتی استراتژی که چک‌ها رو امضا میکنه. اونایی که بالا میرن کسایی نیستن که بیشتر عرق میریزن. اونایی هستن که متفاوت فکر میکنن، متفاوت عمل میکنن و حاضرن وقتی بقیه تو زنجیر راحتیشون موندن، خودشون تو ناراحتی باشن. پس بذار ازت بپرسم، هنوز هم داستان عدالت رو باور داری یا حالا میبینی که اون فقط یه قلاده بوده؟ جوابت رو تو کامنت ها بنویس، چون جوابت رو دقیقاً نشون میده کجای بازی وایستادی، سربازی یا بازیکن. و وقتی قبول کردی که کار سخت تنها مسیر موفقیت نیست، یه سوال جدید پیش میاد. اگر عرق ریختن جواب نیست، پس راه واقعی چیه؟ ثروتمندها سخت‌تر از تو کار نمی‌کنن. بعضی هاشون حتی کمتر هم کار میکنن. اونها زمان بیشتری ندارن. استعدادشون بیشتر نیست و هوششون هم لزوماً برتر نیست. چیزی که دارن اهرمه. ابزاری که تلاششون رو چند برابر میکنه. دسترسیشون رو گسترش میده و بدون اینکه خودشون لحظه‌ای کار کنن، پول براشون ساخته میشه. چه خواب باشن چه بیدار. مثل ارشمیدس که میگفت یه اهرم بلند به من بدید تا دنیا رو تکون بدم. پول هم همین اهرمه. وقتی اهرم درست دستت باشه، میتونی کوههای ثروت رو جابجا کنی. بدون اون هر چقدر هم تلاش کنی، ممکنه تا آخر عمرت یک قدم هم جلو نری. حالا این اهرم‌های مخفی چی هستن؟ اولیشون سیستم ها هستن. اکثر مردم دارن وقتشون رو با پول عوض میکنن، اما ثروتمندها سیستم ها رو میسازن و کنترل میکنن. سیستم یعنی هر چیزی که بدون نظارت دائمی برات درآمد بسازه. میتونه یک کسب و کار باشه که وقتی خواب هستی هم پول در میاره، یه نرم افزار اتوماتیک خدمات ارائه میده، یا یه سرمایه گذاری که بدون تلاش روزانه رشد میکنه. سیستم ها خسته نمیشن، مریض نمیشن، پیر نمیشن و بی نهایت بزرگ میشن. کسی که این سیستم ها رو درست میکنه، خودش از قید زمان و کار سخت آزاد میشه و بازی رو به نفع خودش تغییر میده. کسی که فقط زمانش رو میفروشه، در همون تله میمونه و هیچ وقت پیشرفت واقعی نمیکنه. ماکیاولی یه تصویر قوی داشت. قلعه‌ای بساز نه از سنگ و خشت، بلکه از جریان پول. وقتی این ساختار درست شد، دشمن میتونه حمله کنه، اما تو همچنان سرپا هستی و بازی رو ادامه میدی. اهرم بعدی سرمایه است. پول خودش ابزاریه که میتونه قدرت بسازه.
فقرا اون رو خرج میکنن. طبقه متوسط پس‌انداز میکنن. اما ثروتمندان پول رو به کار میگیرن. هر 1 تومن مثل یه سربازه. اکثر مردم سربازهاشون رو میفرستن دم تو برای خرید چیزهایی که ارزششون رو از دست میدن، مثل ماشین و گجت. اما ثروتمندها سربازهاشون رو میفرستن برای فتح سرزمین‌های جدید، سرمایه گذاری، دارایی، شراکت. اینها ولخرجی نیست، بلکه چند برابر کننده هستند. ثروتمندها نمیپرسن این چقدر خرج داره، میپرسن این چقدر برمیگردونه. همین طرز فکر دیدتو نسبت به پول رو کامل عوض میکنه. پول دیگه چیزی برای خرج کردن نیست، بلکه چیزی میشه که باید بهش فرمان بدی و اون برات کار کنه. سومین اهرم آدم ها هستن. قوی ترین ابزار دنیا همین انسان ها هستن. یه نفر تنها شکننده است. چند نفر با برنامه میتونن قدرت بسازن و صدها نفر که چشم انداز تو رو دنبال کنن میتونن دنیا رو تکون بدن. به همین دلیل ثروتمندان شبکه میسازن، تیم میسازن و روابط درست میکنن تا این اهرم عظیم رو در اختیار داشته باشن. برای همین استخدام میکنن، برون سپاری میکنن و کارها رو پخش میکنن. به این ایده که همه چیز رو خودم باید انجام بدم وابسته نیستن. اونا قدرت نفوذ رو میفهمن، بلدن چطور متقاعد کنند، میدونن وفاداری چطور ساخته میشه. هنر اصلیشون اینه که دیگران رو طوری به حرکت در بیارن که در نهایت به نفع خودشون تموم بشه. خود ماکیاولی گفته بود قدرت یک حاکم فقط توی بازوهاش نیست، توی آدم‌هاییه که دورش ایستادن و بهش وفادارن. نسخه امروزیش واضحه. رهبرهایی که تیم، شریک و دنبال کننده جمع میکنن و با بسیج کردنشون ثروتشون رو چند برابر میکنن. چهارمین اهرم دانشه. دانش یه سلاحه، چون زمان رو فشرده میکنه. چیزی که ممکنه 10 سال از عمرت بگیره میتونه با یه کتاب درست، یه منتور واقعی یا ورود به یه جمع مناسب تو چند روز یا چند هفته به دست بیاد و وقتی بازی رو یاد گرفتی دیگه از ذهنت پاک نمیشه. برای همینه که ثروتمندها از دانسته هاشون محافظت میکنن، چون وقتی بقیه هم بدونن برتری از بین میره. داستان ماکیاولی از اینجاست. منتظر نمون دانش خودش بیاد سراغت. دنبالش برو. براش پول بده. باهاش معامله کن. حتی اگر مجبور شدی با هر راهی به دستش بیار. چون نادونی گرونترین هزینه‌ایه که میتونی بپردازی. این اهرم ها به نظر غیر قانونی میان. فقط چون در مقایسه با دویدن توی چرخه 9 تا 5 شبیه تقلب به نظر میرسن. در حالی که بقیه دارن خودشون رو خسته میکنن، بعضی ها فقط یه اهرم کوچیک رو میکشن و نتیجه های تصاعدی میگیرن. و این حقیقت تلخه. این اهرم ها از تو پنهان نشدن. درست جلوی چشمته. اما تو رو شرطی کردن که بهشون دست نزنی. شرطی کردن که فکر کنی این مال من نیست. شرطی کردن که کوچیک فکر کنی و کوچیک بمونی. این شرطی سازی رو بشکن. اون وقت دنیا شکلش عوض میشه. سیستم ها میشن فرصت و هر تومن پولت تبدیل میشه به ابزار قدرت. هر ارتباط میتونه تبدیل به یه پله بشه. هر ذره آگاهی میتونه یه مزیت بسازه. بازی ثروتمندها همینه. نه سخت‌تر بلکه دقیق‌تر، نه منصفانه‌تر بلکه تیزتر. و اگر تو هم جرأت کنی همین ابزارها رو برداری، تغییر رو خیلی زود حس می‌کنی. چون ثروت فقط عدد توی حساب نیست. ثروت یعنی اختیار. اختیار زمانت، اختیار انتخابات و مهمتر از همه اختیار روی آدم‌ها و ساختارها. ماکیاولی یه چیز رو خیلی شفاف گفت. قدرت هدیه داده نمیشه. قدرت گرفته میشه، ساخته میشه و با نفوذ حفظ میشه. و تو دنیای امروز پول بیشتر از این که دنبال استعداد، سخت کوشی یا حتی هوش باشه، دنبال نفوذه. اگه بتونی آدم‌ها رو به حرکت در بیاری، پول هم حرکت میکنه.
اگه بتونی سیستم ها رو کمی خم کنی، نتیجه ها هم خم میشن. این هنر واقعی کنترله. اولین لایه نفوذ، میل. یه حقیقت ساده پشتش خوابیده. آدم‌ها با منطق تصمیم نمیگیرن. با خواسته هاشون حرکت میکنن. میتونی بهترین استدلال‌ها رو بیاری. قوی‌ترین آمارها رو نشون بدی. شفافترین منطق رو بچینی و باز هم نادیده گرفته بشی. اما اگه بتونی میل آدم‌ها رو قلقلک بدی، خودشون داوطلبانه دنبالت میان. میل به پول، میل به جایگاه، میل به امنیت، میل به دیده شدن و تعلق داشتن. اینها نخهای نامرئی هستند. اگه بلد باشی کدوم رو بکشی، بازی عوض میشه. ماکیاولی اینو قرنها پیش فهمیده بود. میگفت حاکمی که احساسات مردمش رو نشناسه، قدرتش دوام نمیاره. حالا اینو تو دنیای پول ترجمه کن. اگه پیشنهادت، برندت یا حتی حضورت رو به یکی از این میل‌های درونی گره بزنی، نفوذ خودش میاد سمتت. و بعدش میرسیم به لایه بعدی قدرت. ترس و احترام. یکی از بحث برانگیزترین پرسش‌های ماکیاولی این بود: بهتر مردم دوستت داشته باشن یا ازت حساب ببرن؟ جوابش روشن بود: اگه بتونی هر دو عالیه، اما اگه مجبور به انتخاب شدی، ترس موندگارتره. اما تو دنیای پول، ترس یعنی زورگویی؟ نه. یعنی اعتباری که اجازه نمیده کسی از مرزت رد بشه. یعنی حد و مرزهایی که مشخص میکنی و بقیه ناخودآگاه رعایتش میکنن. یعنی نشون دادن قدرت قبل از اینکه کسی فکر سوء استفاده به سرش بزنه. تو مذاکره، فروش یا رهبری، کسی که چهارچوب رو مشخص میکنه بازی رو برده. اما کسی که خودش رو خم میکنه تا همه راضی باشن، خیلی زود تبدیل میشه به ابزار دیگران. از خودت بپرس، آدم‌ها برای وقتت ارزش قائلن، برای حضورت احترام دارن یا راحت از رود رد میشن چون هنوز سکان کنترل دست خودت نیست. و این فقط درباره آدم‌ها نیست. سیستم‌ها هم قابل کنترل‌اند. دولت‌ها قانون می‌نویسن، اما ذهن‌های تیز مسیرهای جایگزین رو پیدا می‌کنن. شرکت‌ها چارچوب می‌سازند، اما بازیکن‌های حرفه‌ای از همون چارچوب‌ها به نفع خودشون استفاده می‌کنن. مالیات، بازار، قراردادها همشون سیستمن و هیچ سیستمی بی‌نقص نیست. برای همینه که از بیرون به نظر میاد ثروتمندها دارن تقلب می‌کنن. اما واقعیت اینه، اونا قانون رو نمیشکنن، فقط بلدن چطور خمش کنن. از قوانین مالیاتی هوشمندانه استفاده میکنند، از ساختارهای حقوقی برای محافظت از داراییشون بهره میبرن. و دقیقاً همین تفاوت فاصله بین بازیکن حرفه‌ای و مهره معمولیه. اونا از قراردادها طوری استفاده میکنن که قبل از اینکه بقیه اصلاً متوجه وجود تله بشن، اهرم‌ها رو به نام خودشون قفل کنن. آدم معمولی فقط از سیستم پیروی میکنه. اما آدم ماکیاولی سیستم رو موشکافی میکنه. منطقش رو میفهمه و بعد به نفع خودش تغییرش میده. پنجمین اهرم، نفوذ از طریق روایته. قوی ترین نوع قدرت، کنترل مستقیم نیست. ساختن داستانیه که بقیه باهاش زندگی میکنن. چرا مردم به بعضی برندها اعتماد دارن؟ چون داستانشون رو باور کردن. چرا سرمایه گذارها روی بعضی ایده ها ریسک میکنن؟ نه فقط به خاطر عددها، به خاطر داستان پشتش. چرا آدمها از بعضی رهبرها پیروی میکنن؟ چون روایتی دارن که معنا میسازه. داستانی که دور خودت، کارت و آیندت میسازی، همون دست نامرئیه که پول، توجه و وفاداری رو به سمتت هل میده. بدون روایت فقط یکی از هزاران نفری. با روایت تبدیل میشی به نقطه تمرکز. خود ماکیاولی استاد داستانسازی بود. نوشته‌هاش فقط درباره قدرت نبودن. قدرت تولید می‌کردن. به آدم‌هایی جهت داد که قرن‌ها بعد از مرگش زندگی می‌کردن.
این یعنی نفوذ واقعی روایت. و آخرین قطعه پازل، روانشناسی اهرم. آدم‌ها قابل پیش‌بینی تر از چیزی هستند که فکر می‌کنی. دنبال راه کوتاهن، دنبال حس امنیتن، دنبال اطمینان خاطرن. اگه بتونی خودت رو در جایگاهی بذاری که انگار تو منبع این چیزهایی، نفوذ برات طبیعی میشه. ثروتمندها دنبال مردم نمیدوئن، اونا جایگاه میسازن. چارچوب رو طوری میچینن که بقیه خودشون بیان سمتشون. تو جلسه ها آخر صحبت میکنن چون وزن کلمات آخر بیشتره. محیط رو مدیریت میکنن تا تصمیم ها ناخودآگاه به نفعشون تغییر کنه. این اسمش فریبکاری ارزون نیست. این استراتژیه. استفاده هوشمندانه از روانشناسی برای سنگین‌تر کردن کفه پول، قدرت و احترام به سمت خودت. حقیقت ساده است. تو لازم نیست همه چیز رو کنترل کنی. کافیه به اندازه‌ای نفوذ داشته باشی که سیستم خودش به نفع تو خم بشه. ثروت سراغ کسانی میاد که تصورات رو هدایت میکنن، شرایط رو شکل میدن و تصمیم‌های دیگران رو جابجا میکنن. پس یه سوال مهم، اگر همین الان وارد یه اتاق بشی، آدم‌ها خودشون رو با تو وقف میدن یا تو خودت رو با اونا؟ ثروت فقط عدد توی حساب نیست. ثروت تصویریه که از تو ذهن دیگران شکل گرفته. ماکیاولی تو سیاست اینو فهمید. یک حاکم لازم نبود واقعاً خوب باشه، کافی بود به نظر خوب بیاد. همین قانون تو دنیای پول هم صدق میکنه. لازم نیست ثروتمند باشی تا ثروتمند به نظر برسی. وقتی اینو بفهمی، ظاهر و رفتار تو درهای جدیدی رو باز میکنه که حتی پول واقعی نمیتونست. آدم‌ها دنبال پول نیستن، دنبال سیگنال های ثروت هستن. اعتمادشون به بهترین ها نیست، بلکه به کسیه که شبیه بهترین ها به نظر میاد. میپرسن چه کسی قدرتمنده؟ نه، چه کسی واقعا قدرتمنده؟ به همین دلیل تصویر تو مهمه. این غرور نیست، این استراتژیه. اولین ابزار، اثر حاله‌ای اعتماد به نفس. مردم همان چیزی رو باور میکنن که خودت به خودت باور داری. اگه طوری رفتار کنی که انگار لیاقت موفقیت داری، مردم هم همونطور با تو رفتار میکنن. حتی قبل از اینکه حساب بانکی تاییدش کنن. اعتماد به نفس مثل آهنرباست. کسی که با قطعیت صحبت میکنه، فرصت و سرمایه گذار جذب میکنه. کسی که برای بلند پروازیش عذرخواهی نمیکنه، احترام میگیره. دومین اهرم، ارزش ارتباطات. کنار چه کسی هستی؟ مهمتر از این که خودت کی هستی. اگر با برنده ها دیده بشی، مردم فکر میکنن تو هم برنده ای. اگر در اتاقهای درست دیده بشی، مردم فکر میکنن تو به اونجا تعلق داری. ماکیاولی توصیه میکرد متحدینت رو با دقت انتخاب کن، نه فقط به خاطر قدرتشون، بلکه به خاطر تصویری که به دیگران منتقل میکنن. ثروتسازهای مدرن هم همین روش رو به کار میگیرن. اونا ارتباطشون رو مدیریت میکنن تا از همون ابتدا سیگنال قدرت ارسال بشه، حتی قبل از اینکه دارایی واقعی تثبیت شده باشه. از خودت بپرس الان شبکه ارتباطی تو درباره تو چه تصویری میسازه؟ سومین اهرم، توهم کمیابی. آدم‌ها دنبال چیزهایی هستن که فکر میکنن به راحتی به دست نمیاد. کمیابی یکی از قوی‌ترین ابزارهای تصویر ذهنیه. اگه همیشه در دسترس باشی، ارزش تو پایین میاد. اگه محصول یا خدمتت همه جا پیدا بشه، مردم براش ارزش قائل نمیشن. اما اگر گزینشی، نایاب و کمی سختگیر به نظر بیای، آدم‌ها دنبالت میان. برندهای لوکس دقیقاً همینو انجام میدن. اونها ساعت یا کیف نمی فروشن. جایگاه اجتماعی و حس انحصار می فروشن. مردم حاضرن برای بخش کوچکی از اون توهم پول زیادی بدن.
تو هم میتونی همین استراتژی رو برای خودت پیاده کنی. دسترسی به خودت رو کنترل کن. برای در دسترس بودنت حد و مرز بذار و خودت رو جایی قرار بده که مردم مجبور باشن برای رسیدن بهت تلاش کنن. 4مین اهرم، تئاتر موفقیت. ماکیاولی میگفت گاهی باید نقش قدرت رو بازی کنی تا وقتی قدرت واقعی از راه رسید آماده باشی. ثروتمندها اهمیت تایید اجتماعی رو میفهمند. تصور موفقیت خود موفقیت واقعی رو جذب میکنه. به همین دلیل استارتاپ ها بیشتر روی برندینگ تمرکز میکنن تا محصول و کارآفرین ها لباس و ظاهرشون رو طوری انتخاب میکنن که قدرت و موفقیت رو منتقل کنه. این یه بازیه، اما جواب میده، چون آدم ها ذاتاً دنبال ظواهر هستن. اونها نمیخوان اولین نفر باشن. میخوان به چیزی بپیوندن که به نظر برنده شده. تصورات تصمیم میسازن. وقتی تصور درست باشه، حرکت درست هم شکل میگیره. و این هیچ فریب یا دروغی نیست، استراتژیه. ظاهر جای حقیقت رو نمیگیره، بلکه به اون سرعت میده. وقتی از قدرت تصور استفاده میکنی، دروغ نمیگی، بلکه باور میسازی، اعتماد به نفس رو منتقل میکنی و مسیر رو برای رسیدن به نتایج واقعی هموار میکنی. هر بازیکن بزرگ در تاریخ، چه در سیاست، مالی یا کارآفرینی، همین کار رو کرده. از پادشاه‌ها تا مدیرعامل‌ها همه یک قانون رو رعایت کردن. قبل از اینکه واقعاً ثروتمند بشی، طوری ظاهر شو که قدرتمند به نظر بیای. ماکیاولی اینو به عنوان کلید موفقیت معرفی کرده. قدرت واقعی وقتی جذب میشه که تصور قدرت از قبل وجود داشته باشه. برای تو این یعنی چی؟ یعنی باید تصویرت، شبکه ارتباطی و سیگنال هایی که میفرستی رو مدیریت کنی. نه برای خودنمایی، نه برای ارضای غرور، بلکه به عنوان یک استراتژی حساب شده. چون پول فقط دنبال افراد با مهارت نیست، دنبال کسانیه که باورپذیر هستن و اعتماد ایجاد میکنن. زندگی تو میتونه به طور چشمگیری تغییر کنه، به محض اینکه دیگران تو رو متفاوت ببینن. درها باز میشن، فرصتها پیدا میشن، اهرم‌ها چند برابر عمل میکنن و وقتی تصور با واقعیت همپوشانی پیدا کرد، ثروت واقعی شکل میگیره. حالا یه چالش. فردا اگر کسی فقط بر اساس ظاهر و تصویری که ارائه میدی تو را قضاوت کنه، آیا باور میکنه که تو در مسیر ثروت هستی یا اینکه هنوز گرفتار کمیابی شدی؟ جوابت رو تو کامنت ها بنویس، چون پذیرش حقیقت حتی اگر تلخ باشه اولین قدم برای بازسازی تصوریه که آیندت رو میسازه. به خاطر داشته باش پول درآوردن یک بحثه، نگه داشتنش بحث دیگه ایه و ساختن ثروتی که پایدار باشه و حتی بعد از مرگت ادامه پیدا کنه یه بحث کاملا متفاوت و پیچیده است. ماکیاولی اینو از ریشه فهمید. اون فقط درباره گرفتن قدرت حرف نمیزد. دغدغه اصلیش نگه داشتنش بود. درباره ساختن سازه‌هایی می‌نوشت که با یه ضربه فرو نریزن، طوری که حتی اگه پادشاه سقوط کرد، بنا هنوز سر پا بمونه. پول دقیقاً همینه. بردهای سریع، پولهای شانسی، جهش‌های اتفاقی، همشون شکنندن. به محض اینکه شرایط عوض بشه، بازار بچرخه یا انرژی خودت تموم بشه، همه چیز مثل دود محو میشه. اما ثروتی که با استراتژی و نگاه بلند مدت ساخته بشه، دست نیافتنی میشه. این همون لحظه‌ایه که از درآمد عبور میکنی و وارد قلمرو میراث میشی. اکثر مردم دنبال درآمد میدوئن. حقوق آخر ماه، یه فروش فوری، یه معامله که شاید بگیره، اما ثروتمندها دنبال میراثن. میراث یعنی تو فقط پول جمع نمی‌کنی.
داری چیزی میسازی که بدون حضور تو هم زنده بمونه. دارایی هایی که رشد میکنن، بیزینس هایی که مستقل میشن، سرمایه گذاری هایی که حتی نسل بعد رو هم پوشش میدن. درآمد با تو تموم میشه. میراث بعد از تو تازه نفس میکشه. سوال اینه تو دنبال کدومی؟ اصل دوم، قلعه. ماکیاولی به حاکم ها میگفت قلعه بسازید. نه برای حمله، برای دوام آوردن. سنگرهایی که با یک یورش سقوط نکنند. در دنیای ثروت، قلعه تو یعنی تنوع، یعنی تکیه نکردن به یک منبع، یعنی اینکه اگر یک ستون لرزید، کل سقف روی سرت خراب نشه. یک آدم فقیر معمولاً فقط یک مسیر درآمدی داره. اگه اون مسیر از دستش بره، همه چیزش فرو میریزه. طبقه متوسط شاید 2 یا 3 مسیر داشته باشند، اما ثروتمندها امپراتوری هایی می سازن که پر از جریان های پولیه و چندین راه خروج داره. اگه یکی از ستونها سقوط کنه، بقیه هنوز سر پا میمونن. به همین دلیله که ثروت واقعی اغلب به نظر ناعادلانه میاد، در حالی که اکثر مردم از دست دادن یک شغل رو فاجعه میبینن، ثروتمندها اون ضربه رو جذب میکنن و ادامه میدن، چون هیچ وقت زندگیشون رو روی یک ستون شکننده بنا نکردن. اصل سوم، انضباط زمانی. کسانی که دید کوتاه مدت دارن دنبال هیجان هستند، اما اونایی که دید بلند مدت دارن دنبال سود مرکب میرن. سود مرکب ماکیاولی ترین قدرت مالی دنیاست. خاموش، نامرئی، دست کم گرفته شده، اما توقف ناپذیر. یه تومن که درست سرمایه گذاری بشه و رشد کنه، سریعتر از هر تلاش انسانی میتونه چند برابر بشه. به همین دلیل ثروتمندا همیشه با چشمانداز 10 ساله فکر میکنن، نه روزانه. اونها عادتها، دارایی‌ها و سیستم‌هایی میسازن که حتی از نوسانات بازار و مرگ خودشون هم طول عمر بیشتری دارن. پس خودت رو با چیزی که امروز در میاری نسنج. خودت رو با چیزی بسنج که 20 سال دیگه به خاطر تصمیم امروزت هنوز پابرجاست. اصل چهارم، قدرت جانشینی. ماکیاولی هشدار میداد که حاکم‌ها اغلب نه به خاطر دشمنان، بلکه به خاطر جانشینی ضعیف قدرتشون رو از دست میدن، چون برای بعد از خودشون برنامه‌ریزی نمی‌کردن. در دنیای ثروت هم همین موضوع حیاتیه. اگه ثروتت در لحظه‌ای که کار رو متوقف می‌کنی فرو بریزه، تو هیچ وقت ثروت واقعی نداشتی. اگر بیزینس تو در همان لحظه که پات رو بیرون گذاشتی نابود بشه، اون هیچ وقت یک سیستم واقعی نبوده. بازی بلند مدت یعنی ساختن ثروتی که بشه منتقلش کرد، آموزش داد و تکرارش کرد. چون قدرت بدون جانشینی فقط مالکیت موقتیه. اصل پنجم، اعتبار محافظت کننده. این یه حقیقت ظریف و مهم ماکیاولیه. با گذر زمان، اعتبار تبدیل میشه به سپری که حتی وقتی همه چیز از دست رفت، جلوی ضربه ها رو میگیره. پول ممکنه دزدیده بشه. کسب و کارها ممکنه سقوط کنن. بازارها ممکنه فرو بریزن. اما اعتبار وقتی با استراتژی ساخته شده باشه، حتی بعد از شکست هم فرصت تولید میکنه. برای همینه که ثروتمندها اسم و برندشون رو مثل یک قلعه محافظت میکنن. نفوذ واقعی حتی بعد از ورشکستگی هم باقی میمونه. چون وقتی مردم به قدرت تو باور داشته باشن، یه فرصت دوباره بهت میدن تا از نو بسازی. بازی بلند مدت پر زرق و برق نیست. بردهای سریع و هیجان انگیز رو بهت نمیده. اما چیزی خیلی ارزشمندتر بهت میده. توانایی موندن در بالاترین سطح. این نهایی ترین درس ماکیاولی درباره پوله. هر کسی ممکنه یه شانس کوتاه برای پولدار شدن داشته باشه. اما فقط آدم‌های استراتژیک میتونن اون شانس رو تبدیل کنن به قدرتی که غیر قابل دزدیدنه.
پس یه سوال نهایی برات دارم. میخوای برای پول سریع بازی کنی یا میخوای یه قلعه بسازی؟ میخوای فقط برای یه فصل پولدار به نظر بیای یا برای یک عمر دست نیافتنی باشی؟ تا الان پشت پرده بازی رو دیدی. یاد گرفتی که چی شکار رو از شکارچی جدا میکنه. حسابگری، غیر قابل پیش بینی بودن، صبر، استفاده از اهرم‌ها، روایت سازی، جانشینی، ایجاد توهم، بهره برداری و استراتژیک بودن. دیدی چطور آدمای آماتور دنبال تیکه‌های کوچیک میدوئن و چطور آدمای استراتژیک جریان پول رو به نفع خودشون خم میکنن. اما فهمیدن کافی نیست. دانش بدون عمل فقط یک دکوره. شکارچی با تئوری زنده نمیمونه، با اجرا زنده میمونه. از خودت بپرس چند بار ایستادی و دیدی فرصت‌ها از جلوت رد شدن، در حالی که خودت رو قانع می‌کردی فردا یه کاری می‌کنی. چند بار نصیحت شنیدی، سر تکون دادی و دوباره برگشتی به همون الگوهایی که تو رو بی قدرت نگه داشته. فردا هیچ وقت نمیاد. عمل واحد پول آدمای دست نیافتنیه. آدمای دست نیافتنی منتظر شانس نمیمونن. اونا امید به عدالت ندارن. اونا هر چیزی که سیستم اجازه بده رو برمی‌دارن و به نفع خودشون خم میکنن. اول با یه حرکت شروع کن. منتظر نباش همه چی رو بلد باشی. منتظر نباش آماده باشی. با یه قانون، یه استراتژی یا یه سیستم شروع کن. شاید حسابگری باشه. شاید یاد بگیری که چطور اهرم‌ها به نفع تو بچرخه. یا شاید روایت سازی حول مهارت‌ها، بیزینس یا نفوذت باشه. هر چی که هست شروع کن. چون شتاب حرکت همیشه سریعتر از دانش رشد میکنه. عمل کردن همون اهرمه که پتانسیل رو به نتیجه واقعی تبدیل میکنه. دوم، امپراتوریت رو طراحی کن. ثروتمندها فقط تو لحظه‌های بزرگ پول جمع نمی‌کنن. اونها با تصمیم‌های کوچیک حساب شده و روزانه ثروت می‌سازن. هر مکالمه، هر سرمایه‌گذاری، هر تعامل یه فرصت برای تیزتر کردن لبه شمشیره. نگاه کن، گوش کن، یاد بگیر. منتظر لحظه عالی بمون. ضربه بزن، عقب بکش، دوباره تکرار کن. امپراتوری ها اینجوری ساخته میشن. حرکت های دقیق و حساب شده پشت سر هم. سوم، خودت رو از نیاز به تایید جدا کن. ثروتمندها کاری میکنن که دیگران دوست داشته باشند، اما تو استراتژی رو فدای تایید نکن. حرکت های تو برای نتیجه است، نه برای دست زدن. بی صدا اجرا کن. سرد و حساب شده محاسبه کن و مداوم ادامه بده. این عصاره قدرت غیرقابل پیش بینیه. وقتی بقیه دنبال تاییدن، تو نفوذ جمع می‌کنی. وقتی بقیه احساسی واکنش میدن، تو استراتژیک جواب میدی. چهارم، تحول نهایی. با اجرای روزانه این قوانین نه فقط وضعیت مالیت بلکه هویتت هم تغییر میکنه. تو دست نیافتنی میشی، غیر قابل پیش بینی میشی، توقف ناپذیر میشی. تفاوت تو با آدم معمولی فقط به هوش، تلاش یا شانس نیست. تفاوت به خاطر انضباط، آینده نگری و کنترل روی خودت و محیط دور و برته. شاید دنیا هیچ وقت این حقیقت رو بهت نگه، اما حالا تو میدونی چطور بازی رو تغییر بدی و مسیرت رو بسازی. جامعه به سر به راه بودن و سخت تلاش کردن پاداش میده. حتی اگر این تلاش ها تو رو ضعیف نگه دارن. اما حالا تو میدونی و میفهمی که دانش تا وقتی به کارش نگیری هیچ فایده‌ای نداره. پنجم، حرکت بعدی تو. این چالش امروزته. شروع کن. یه قانون رو اجرا کن. یه رفتار جدید رو زیر نظر بگیر. یه قدم بردار که تو رو از شکار به شکارچی تبدیل کنه. هر ثانیه‌ای که صبر می‌کنی، یه نفر دیگه سیستم رو به نفع خودش خم می‌کنه و تو رو عقب میندازه. این بازی سرده، اما پاداش‌هاش برای اونایی که درست بازی می‌کنن عظیمه. اگه آماده‌ای
اگه آماده‌ای که کامل وارد ذهنیت شکارچی بشی، کنترل ثروتت، نفوذت و زندگیت رو به دست بگیری، درخواستی ازت دارم. این ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزن. چون ما ادامه میدیم به کنار زدن این لایه‌ها و بهت نشون میدیم که چطور این قوانین رو تیز کنی و تبدیل به سلاح‌هایی کنی که هر روز با خودت حمل می‌کنی. این حرفا یه انگیزه لحظه‌ای نیست. این استراتژی برای یک عمره. هر ویدیوی جدید ادامه این دفترچه راهنماست. هر درس تو رو به دست نیافتنی شدن نزدیکتر میکنه و در آخر کامنت بذار و به هم بگو کدوم قانون رو میخوای اول اجرا کنی. بگو تصمیم گرفتی چطور از نقش قربانی خارج بشی و وارد جایگاه تصمیم گیرنده بشی. مسیر تو دقیقاً از همون لحظه ای شروع میشه که متعهد میشی، از همون ثانیه‌ای که دست به عمل میزنی. چون ثروت هدیه داده نمیشه، تصاحب میشه، کنترل تعارف نمیشه، گرفته میشه و دنیا فقط به کسی احترام میذاره که آروم، حساب شده و بدون دودلی حرکت میکنه. کسی که سر و صدا نمیکنه ولی میدونه کی، کجا و چطور ضربه بزنه. حالا نوبت توئه.